داری به کی زنگ میزنی؟ میخوام به توپراک زنگ بزنم. یه خورده نگرانشم. احمد سلام، خوبی؟ من خوبم توپراک. تو چطوری؟ یه خورده دلواپست شدم. خوبی؟ آره خوبم. سر و صدای بچه‌ها تو مهد کودک سرمو درد آورده بود. مهد کودک برای کان که خیلی زوده. نه عزیزم، اون که نمیره. تو خبر نداری من یه مهد کودک باز کردم. راست میگی توپراک؟ خیلی خوشحال شدم. چی شده؟ توپراک مهد کودک باز کرده. نه به خواهرم گفتم. خیلی خوشحال شدم توپراک. مبارکت باشه عزیزم. مطمئنم از پسش برمیای. خیلی ممنونم. به خواهر جون اصلی هم سلام برسون. حتما اونا هم سلام میرسونن. خب حالا کجا هست؟ به خونه نزدیکه؟ آره نزدیکه، اون پارک بزرگه، نزدیک همونه. آها فهمیدم. جاشم که خیلی خوبه. هر وقت خواستین بیاین پیشم. باشه انشالله حتما میاییم. از طرف ما کانو ببوس باشه. حتما به همه سلام برسون. مهد کودک باز کرده؟ آره. چه خوب. مروت بودو درو باز کن. اومد. مامان میشه بگی ماجرا چیه؟ مگه اسرار دولتیه؟ بیا پسرم، بیا تو. بیا. خوش اومدی. اقبال خانم. بیا پسرم، بیا بشین. راحتم. اینم اسرار دولتی مادرمون. حالا نمیخوای معرفیش کنی؟ چرا پسرم؟ تیبت. خیلی خوشبختم. منم کنارم. برادرت. چقدر دیگه زمان داره؟ هالوک ببخشید. جرم چطوره؟ خوبه، نگران نباش. تو رو خدا خودتو خسته نکن. زمرد جانم. به کرم بگیم من پدرشم. میخوام ازش حلالیت بگیرم. خواهش میکنم اینو ازم نخواه هالوک. نمیتونم این سختی رو بهش بدم. این که بدون تو پدرشی، نه برای تو نه برای اون هیچ سودی نداره. لطفاً. میدونم. از کجا معلوم آزمایش حق بازی نباشه؟ خواهش میکنم نجیب خان، حالا هم اینو بهونه میکنین؟ منظورتون چیه که بهونه میگیرن؟ من همون اولم گفتم که این کار اصل و اساسی نداره. آقا من رفتم بهترین و مطمئنترین کلینیک این آزمایش رو انجام دادم. اگرم باورتون نمیشه میتونیم دوباره آزمایش رو انجام بدیم، ولی نتیجه عوض نمیشه. اقبال خانم دیگه ادامه ندین، خودتونم ناراحت نکنین.
بهتره من برم. مگه میشه پسرم؟ من حتی اتاق تو هم آماده کردم. ممنونم، من جا برای موندن دارم. واقعا که خیلی زشته نجیب خان، ببینید داره میره. بسته دیگه. مروت برو بیرون، درم ببند. جریانو بهم توضیح بدین بابا. خوش اومدی پسرم. ممنونم. دلم برات تنگ شده بود. خوش اومدی. صورت چی شده مامان؟ نخواستم پای تلفن بهت بگم که ناراحت نشی. یه تصادف کوچیک بود، ولی الان خوبم. خیلی ناراحت شدم. اتفاق دیگه ای نیفتاده؟ مطمئنی؟ نه پسرم. یعنی همه چی رو به راهه؟ یکم سوغاتی گرفتم. داداش یوسف، چطوری کوچولو؟ این مال توه. اینم مال شماست. قابل شما رو نداره. پسرم، من اصلا احتمالشم نمیدادم. اونقدر که حتی به مادرت اجازه دادم بره تست بده. یعنی اینقدر مطمئنم. جواب تستم مشخصه، معلومه که اشتباه کردی. واقعا به شما چی بگم؟ مگه من چی کار کردم پسرم؟ دیگه باید چی کار میکردی؟ مسئله به این مهمی، به این بزرگی رو اینجوری میگن؟ کاملا معلومه که نیتت چی بوده. میخواستی از این لحظه به نفع خودت استفاده کنی. نه پسرم، اصلا نمیخواستم تو رو ناراحت کنم. مادر من به من میگفتی با هم میرفتیم پیگیری میکردیم. درسته من اینجوری بفهمم؟ من نمیخواستم اعصاب تو خورد ولی بدون کنم. که اینجوری اعصابم بیشتر خورد شد. باور کن قصد نداشتم ناراحتت کنم عزیز دلم. دقیقا میدونم قصد و نیت تو چی بوده، نگران نباش. مشکل تو زن گرفتن بابامه. طاقت این مسئله رو نداری. آرامشت به هم خورده، حالا همه چی تموم شد، خیالت راحت شد. اصلا ازت توقع نداشتم. کجا میری پسرم؟ هر جایی که دور از شما باشم. به خواستتون رسیدی داره؟ منم دیگه اینجا نمیمونم. میرم پیش زمرد خانم. آره اینا خیلی خوبن، از همینا درست میکنیم. باید بگیم آشپزمون بیاد. بذار زنگ بزنم ببینم کجاست. جانم احمد آقا. تیبت کجایی؟ کارتو انجام دادی؟ بله انجام دادم. الان دارم برمیگردم. خیلی خوب، بیا که یه عالمه سفارش داری. چشم قربان. تیبت برادرت. خوش اومدین توپراک خانوم. ممنون، سلامت باشی. بدینش به من لاله رو. دست درد نکنه. چنار کجاست؟
نیستن، رفتن بیرون. کیفتونم بدین به من. ممنون. عزیزم خوش گذشت. خوبی لاله جان؟ آزرا خوش اومدی. سلام توپراک. نمیام تو. چرا؟ بیا تو با هم یه چایی بخوریم. عجله دارم. اومدم اینو بدم به آقا چنا رو برم. خونه است؟ نه خونه نیستش. ای بابا. بهش گفته بودی میای؟ نه، میخواستم برم دکتر. گفتم سر راه اینو بدم و برم. شاید دیر برسم شرکت. خیلی خوب، اشکال نداره، من بهش میگم، نگران نباش. آسرا تو حالت خوب نیست. مهم نیست، یکی دو روز دیگه بهتر میشم. دیشب چنار یه سوپ خوشمزه درست کرد. الان خیلی بهترم. دستش درد نکنه. مگه دیشب شما نرفتین شرکت؟ وقتی گفتم حال ندارم خواهشم رو رد نکردن. اومدن خونه من با یه دسته گل. مرغم گرفته بود، خیلی بامزه بود. امیدوارم کاراتون رو تموم کرده باشین. چیزی نمونده، بیشترش رو انجام دادیم. خب دیگه من برم توپراک جون. میبینمت. خیلی خوب، خداحافظ. مگه قرار نبود این جلسه ساعت 2 باشه خانم برنا؟ چرا؟ ولی از اونجایی که شما تازه اومدین میخواستن باهاتون آشنا بشن که زودتر اومدن. خیلی خوب، یکم دیگه خودمو میرسونم. خیلی خوب شد که اومدین خانم توپراک. جانسون خیلی دلش میخواد بره مدرسه. از آشناییتون واقعا خوشحال شدم. منم همینطور. بازم ممنون که اومدی. خدا حافظ. خدا نگهدار. توپراک، عزیزم خوش اومدی. حالم زیاد خوش نیست، میخوام باهات حرف بزنم. چی شده؟ بریم تو صحبت کنیم؟ آره بیا تو. بیا. تو دیگه چقدر شرطنی؟ خوش اومدی. تیبت. خیلی خوشبختم. منم چنارم. برادرت کجا میری پسرم؟ هر جایی که دور از شما باشم. نجیب خان چی شده؟ حالتون خوبه؟ خوبم. بفرمایید. ممنونم. باورم نمیشه، یعنی بعد از این همه سال فهمیدی یه برادرم داری؟ احساس میکنم بهم خیانت شده توپراک. سر اون ماجرا به سختی باهاش آشتی کردم. میدونی چی از سرم اومد؟ نمیدونم این یکی رو چطور باید ببخشم. چنار اتفاقی که افتاده نمیتونی زمانو به عقب برگردونی. حتما پدرتم خیلی ناراحته.
یه جور دیگه بهش نگاه کن. حالا تو فهمیدی که یه برادرم داری. این خیلی خوبه. نمیدونی چقدر دلم میخواست که منم یه خواهر داشتم. با تو که حرف میزنم حالم خوب میشه. دوست دارم. خب دیگه هر کی بره سر کار خودش. ریحان جون، بابام یادش رفته اینو امضا کنه. میشه اینم با خودتون ببرین شرکت امضاش کنه؟ آخه اگر نکنه نمیتونم برم مسابقه. باشه عزیزم. ببین من یه دقیقه باید برم پایین، زود برمیگردم. همینجا باشه؟ باشه، منم یه جلسه دارم باید برم. با هم میریم. نه صبر کن، یه دقیقه منتظرم بمون. باشه؟ باشه، الان میام. منتظرت. یعنی چی؟ یه شوخیه؟ متاسفم آقا، روی کارت اعتباریتونم بدهی دارین. چون درآمدتونم بالا نیست از این وام معذوریم. اما اگه بخواین ممکنه بتونیم جور دیگه ای در خدمتتون باشیم. نه ممنون، مزاحمتون نمیشم. به هر حال ما در خدمتتون هستیم. جانم. باشه الان میام. ما فقط اومدیم به توپراک تبریک بگیم، مگه چیزیه؟ آره خب چیزی نیست. اول افتادی وسط من و زنم، حالا برادرمو وسیله کردی که حرص منو در بیاری. تو دردت چی هان؟ میخوای منو اذیت کنی؟ نمیفهمم تو چته، درباره چی داری حرف میزنی؟ دیوونه شدی؟ آره باشه فهمیدم. امثال تو رو خیلی خوب میشناسم. الکی واسه منم فیلم بازی نکن که چیزی نمیدونی. من باور نمیکنم. میگم از چیزی خبر ندارم. من و تیبت فقط اومدیم به توپراک تبریک بگیم. در ضمن تیبت خیلی وقت پیش من کار میکنه. از کجا میدونستم برادر توئه؟ نمیفهمم اصلا من به تو چی کار دارم؟ توپراک از کجا تیبت رو میشناسه؟ عزیزم اقبال خانم حالتون خوبه؟ چیزی نیست ممنونم.
خیلی خوب تیبت، بهتره بریم. تبریک میگم توپراک جان. ممنونم احمد. تیبت هست و هم متشکرم. چطور از من اینو پنهون کردی؟ اصلا ازت توقع نداشتم. چنار، من تیبتو نمیشناختم. یه بار بیشتر تو زندگیم ندیدمش. وقتی هم فرستادمش اونجا نمیدونستم. یعنی چی که نمیدونستم؟ پس این پسر از کجا پیدا شده؟ چه میدونم، کسی چیزی به من نگفته بود. پس اسمشو از کجا میدونستی؟ معلومه که خیلی با هم صمیمین. خیلی خوب. پس تو چی؟ تو چرا ازم پنهون کردی که رفتی خونه آزرا پیشش؟ یعنی چی الان میخوای به این گیر بدی؟ آره گیر میدم. آزرا دوست دختر کرمه. بس کن توپراک. خیلی خوب باشه، ولی دلیلی داشت که ازم پنهون کنی؟ مگه همین تازگی ها عکساتون توی روزنامه پر نشد؟ چطور بازم همچین ریسکی میکنی؟ چقدر تو بیخیالی؟ چقدر میتونه این آزرا مهم باشه؟ خب چی کار کنم؟ یادم رفت بگم. خوبه؟ نه خوب نیست. اول به کارایی که خودت میکنی نگاه کن، بعد حرف بزن. پس امکانش هست که آدم گاهی یادش بره یه چیزایی بگه. منم یادم رفتی به تو بگم. این دوتا با هم فرق میکنن توپراک. هیچ هم فرقی نمیکنن. ای بابا، پس تو برادر چناری؟ آره؟ احمد آقا، من نمیدونستم کسی که سورپرایزش کردین توپراک خانوم بوده. میدونستم نمی اومدم، مخصوصا بعد از اتفاقای صبح. چی بگم والا، میخواستم برای تو هم سورپرایز باشه که چیزی نگفتم. اگه میدونستم. به خاطر کارهایی که تا امروز برام کردین ازتون ممنونم. وسایلمو بعدم میام میبرم. یعنی چی؟ اصلا هیچ جا نمیری. این ماجرا هیچ ارتباطی به تو نداره. اون کلیدو بذار جیبت. نه به خدا نمیشه. نمیخوام اتفاقایی بیفته که ناراحت بشین. گوش کن، مشکل من و چنار یه چیز دیگه است، اصلا به تو ارتباطی نداره. بیا بریم یه دوری بزنیم. سفارشم بی خیال. بیا دیگه. باشه. فکر میکردم ماجرای آزرا رو حل کردیم. فکر نمیکردم بریزی تو خودت و نگهش داری. دستت درد نکنه. فکر میکردم همینی هستی که نشون میدی، ولی نبودی. ازت انتظار نداشتم. کجایی تو؟ وقتی کار هست کجا میذاری میری؟ دنبال یاسمین میگردی نه؟ حالا باید بگردی. بی خودی ذوق نکن. یاسمینو پیدا کردم. پیدا کردی که کردی؟ تونستی پسرتو بگیری؟ ببین اون موقع که داشتی بچه درست میکردی باید این روزا رو میدیدی. بس عوضی، این کلیداتم بگیر. از فردام دیگه نمیام پیشت. فکر کردی به همین راحتی ولت میکنم؟ به همه میگم چی کار کردی، میندازمت زندان، کاری میکنم از غلط کرده و نکردت پشیمون بشی. بسه! ولش کن. اگه سر به سرش بذاری یا ازش شکایت کنی، به داداشم همه چیو میگم. ببین اوکان، یوسف اومده، منم برگشتم خونه. هر جوریه دارم باهات زیر یه سقف سر میکنم، اما کافیه یه کثافتکاری دیگه ازت ببینم، ازت شکایت میکنم.
دیگه نمیذارم هیچ وقت روی من و بچه ها رو ببینی. اینم آخرین شانسته. یکی دیگه هم داره. جانم آزرا. چنار خونه ای؟ به امضات احتیاج دارم. الان حوصله امضا کردن هیچی رو ندارم باشه بعد. باور کن اگه واجب نبود مزاحمت نمی شدم. بقیه حاضرن، با یه پک میفرستمش آنکارا، ولی اگه امضای تو نباشه. خیلی خوب باشه ولی خونه نیستم. مهم نیست، کجایی بیام همونجا. خیلی خوب. آخه کار پسر مردم به تو چه ربطی داره؟ مامان جان، من از کجا میدونستم پسر برادر چناره؟ فقط میخواستم کمکش کنم. پاش بیفته بازم کمک میکنه. همیشه از محبت مرض حاصل. معلوم بود اقبالم عمدن این کارو کرد. کاملا مشخص بود. همه اینجا ناراحتن. چنارم هنوز برنگشته. تا این وقت شب معلوم نیست کجاست. فکر میکنم بهتر شما بیشتر از این وارد این ماجرا نشین. به من خیلی کمک کردین ولی مسئله نیست که شما بتونید حلش کنید. اما بذار دربارش حرف بزنی. شب بخیر. تیبت اتفاق بدی افتاده؟ دلم گرفته اصلی. میخوای دربارش حرف بزنی؟ غذا حاضره، بیاین. برات روز سختی بود نه؟ آره خیلی. ماجرای تیبت دست و بمون خیلی به هم ریخته. حساسیت های توپ را کم مزیت هم میکنه. حساسیت؟ اونم رو شما؟ آره. یادم رفت بهش بگم دیروز خونه ای تو بودم. وای تقصیر من شد. رفتم که سیدی رو بهش بدم. یعنی خب دید که حال ندارم. مهم نیست رو چی یا کی حساسه. از اینکه به این چیزای احمقانه فکر میکنه عصبانی میشم. من برم دستشویی. اینجا دیگه کجاست؟ مثل شلوغی های استادیوم میمونه. خب دیگه اون پرونده رو بده امضا کنم. تو هم با این حالت کشوندم اینجا. اصلا مهم نیست. میگم پیک بیاد همینجا و مدارکو بهش میدی. خودکارو بده. نمیتونم دوستمو تو این شرایط تنها بذارم. خیلی خوب. به سلامتیمون. تو چیزی نمیخوری؟ نه. چطوری توپراک؟ حالم اصلا خوب نیست کرم.
چی شده؟ نمیتونم چنا رو پیدا کنم. امروز یکم با هم بحثمون شد. فکر کنم از دستم عصبانیه. جدی میگی؟ واقعا متاسفم. هرچی زنگ میزنم تلفنش خاموشه. نمیدونم کجاست. یه بار هست توی نیشانتاش، چند بار باهاش رفتم اونجا. یعنی چه جوری بگم؟ جاییه که وقتی حوصله نداره میره. شاید باز رفته باشه اونجا. اسمش رو یه بار دیگه بگو، میرم سر میزنم. نه نمیشه، من تو رو تنها نمیذارم. بیا با هم دیگه میریم. خیلی خب، پس بیا با هم بریم. وضعیتش داره بدتر میشه. نزدیکانش رو خبر کنین خدافظی کنن. حالتون بد شده؟ بهم فشار میاد. تنگی نفس دارم عذرا. میخوای بریم تو هوای آزاد؟ سرم خیلی گیج میره. یه تاکسی برام بگیر برم خونه. باشه، اول شما رو میرسونم بعد خودم میرم خونه. بیا زود باش. با یکی از دوستاشون اومدن. با هم بودن، بعدش هم با هم رفتن بیرون. یعنی میگین با هم رفتن؟ تاکسی گرفتن. میتونین از ایستگاه تاکسی بپرسین. اون ایستگاه جلویی میگی دیگه؟ باشه، خیلی ممنون. میدونم کجا رو میگه. از اینکه کمک کردین متشکرم. بازم ممنون. خواهش میکنم. بفرمایید داخل. خواهش میکنم. سرم خیلی گیج میره عذرا. چرا اومدیم اینجا؟ من میخواستم برم خونه. بذار یکم حالت بهتر بشه. اینطوری که نمیتونی بری پیش توپراک. واقعا نمیتونم نفس بکشم. دوست ندارم من اینطوری ببینه. ناراحت میشه. حالم خیلی بده. یه فرمول برای پریدن مستی دارم. الان برات درستش میکنه. آها، عثمان آقا اومد. از اون بپرسید کجا بردتشو. عثمان آقا، این خانم و آقا میخوام بدونن مشتریای بارو کجا بردی. آقا چنا رو اون دوستشو کجا رسوندی؟ یادت میاد؟ میتونی بگی؟ ببخشید جانم. نجیب خان. چی؟ بیمارستانی؟ چرا؟ خب یعنی نرفتن خونه پدرش؟ نه دخترم، رفتیم یه جای دیگه. خیلی خب، اگه ازتون خواهش کنم میتونین ما رم ببرین اونجا؟ مامان چی؟ حالش خوبه؟ پسرم گفتم که خوبه. یه کنترل کوچیک و ساده است، ولی بد نیست پیشش باشی. خیلی خوب باشه، من الان میام اونجا. توپراک، ببخشید یه کار مهم برام پیش اومده. تو خودت میتونی بری خونه؟ آره مرسی، خودم میرم. ممنون. ببین نگران شنارم نباش. حتما تا الان رفته خونه دیگه.
میخواد یه چیزی بهت بگه. خیلی خوب، تو برو. چیه؟ دوباره چی شده؟ بیا بگیر. میخوام پسرمو ببرم. خیلی خوب، برش دار برو. پسرتو به یه مشت طلا فروختی. باریکلا. واسه من لفظ قلم حرف نزن. تا جوش نیاوردم گورتو گم کن، وگرنه بچه‌تو پولاتو میگیرم و مثل سگ میگم بندازنت بیرون. گم شو. مادرم کجاست؟ حالش چطوره؟ پسرم، مادرت حالش خوبه. یکی دیگه حالش بده. منظورتون چیه نجیب خان؟ پس کی حالش بده؟ پدرت. بابا؟ چی دارین میگین نجیب خان؟ حلوک خان، اون پدرته. سیدکی کجایی؟ دزد اومده همه طلاهامو بردن. نه عزیزم، دزد نیومده. نمیفهمم این بچه از کجا اومده؟ این بچه منه. مطمئنین که رسوندینشون اینجا؟ بله دخترم، هنوز 1 ساعتم نشده. با همون خانم رفته این خونه. باشه، خیلی ممنونم. آزرا؟ توپراک، تو اینجا چی کار میکنی؟ من باید از تو بپرسم تو خونه یشیم چی کار میکنی؟ من دنبال خونه میگشتم. زمرد خانومم اینجا رو بهم نشون داد. چنار اینجاست نه؟ نه، یعنی چی که اینجاست؟ آزرا، توپراک.
اینجا چیکار میکنی؟ تو بهش گفتی بیاد؟ نه اصلا. هیچکی به من چیزی نگفته چنار، من خودم اومدم. ما چرا اینجاییم؟ نمیفهمم ما اصلا کی اومدیم اینجا؟ خیلی خورده بودی، حالت خوب نبود. نمیخواستم اینجوری بری خونه، واسه همین آوردمت اینجا. میخواستم حالش که خوب شد بیارمش. واقعا؟ پس چرا وقتی ازت پرسیدم چنار اینجاست گفتی نه؟ میشه بری بیرون؟ میخوام با بابام تنها باشم. نمیخواستم مشکلتون بزرگتر بشه. اتفاقات زیادی افتاده. شما به اندازه کافی آزار دیدین. دیروز به خاطر اینکه تو خونه کار کردیم عصبانی شدی. چه میدونم، خب نگفتم. چنار فکر میکردم حرفمو فقط به تو میزنم. کرم بابا صدامو میشنوی؟ ببین پسرت اینجاست. کرم اینجاه. کی گفت به کرم حالوک پدرشه؟ همه چیز خراب شد.